جهانی شد مبارک هموطن نوروز. جهان پر از جوانی شد مبارک هموطن نوروز. دوستان عزیز، گل هست گلی سیاهوش، گل است گلی نوروز. انا ای در حقیقت گلی نوروز انامین گل است، نامش هم نوروز است. گلی نوروزی بینگرید، کوه دشت و تپه همه نوروز. گلهای نوروزی را بینگرید. همه وقت و مثل گلهای نوروز در روزهای نوروز در لبانتان خنده و ویدا باشد. تاجیکستان ما به مثل بهاران سرسبز و گلریز و زیبا باشد. سربلند باشید دوستان عزیز. سلام دوستان عزیز. کی میگه که اول بهار در کجا میآید؟ در تپه های لوکان یعنی سربند. هر سال یکم بهار انا اینجا میشود. انا بعد در دیگر منطقه های تاجیکستان. اینا بهار عزیز یک بار دیگه به همه شما دوستان مبارک باد میگم. سربلند باشید. همه وقت در لبانتان خنده سخرانید باشه و غم و اندوه عدیلتان عدلیت باشه. اگر راستیگر در اینجا کارگرای من جا کارگر هستن، اینجا کارگرام تا میخوریم. در اینجا من نان خدایی داده ایستادم. در این طرف همین کارگرای من نان خدایی داده ایستادم برای اینها. انا در اینجا فنل است، آماده شده ایستاده است. تپک‌های من، سرکنای من آماده شده ایستاده است. با کل دنیا خبر میدم که آماده خریداری نمایند. من به شما بعضش را نشان میدم. بعض رفتیم. این حال من در بعض حضور دارم، در بعض تپک‌ها و سرکن‌ها حضور دارم. اگر 54 سال که استفاده ببره این تمام نمیشود. دنیا را 54 سال عکس می‌چینید و مرمت آماده خریداری نمایید. خود و خاندان خودتان را از خلقی اعمال می‌کنید. شما هستم شیخ عرب. سربلند باشید. سلام علیکم. چوکره دوست برو جان هم روز دیگه همیشه در خوم دارم. گفتم یا سر زنگ بزنم تا واسه تو بزه چوکره بچه پام خونه زنگ نباشه یا خیلی نشوخه تینجه شاو بگایی یا پراگون که برامونم گفتم یا شهر تماشا کنم خونده ایش که نبود شدیم اخوی با رفتم گشتم روز دیگه دیر اومدم ساعتی 40 شب اومدم اخوی من اومدم این تتر بوی کردم کی بوی گاز دارم فهمیدم بوی گاز و با همون نولیت زنگ نزدی آخی شما که نولیت خودم بوی گاز فهمیدم اخوی کدوم که بوی گاز گفتم اینجا سویت هم در گیروندن در کار نه بوی گاز فهمیدم سویت در نگیروندم دوست برو جان خواهی بینید کنم بوی گاز فهمیدی سویت گیران نکردی و بچوی آواده غلطی دی آخی در تاریکی زیخ شدم شما در گیروندم